سلام و درود، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای چنل دنتور. امروز با یکی از بچهای دندون بهشتی که ترم 12 و تو این 11 ترم گذشته 9 بار رنک یک کلاسشون شده تو معدل. آقا چجوری؟ بریم با ما همراه باشیم. سلام، روزتون بخیر. من سپهر میربگی هستم و گفتن دیگه الان دندون بهشتی میخونم و ترم 12 هم دیگه ترم آخر. آقا چجوری 9 ترم رنک یک شدی؟ چیکار کردی؟ حالا تو خودت یه مقدار تو اتاق ما هستی، در جریان هستی. من توی این راه پامو دادم واقعا یعنی انقدر راه رفته توی این مسیر اتاق خوابگاه که قشنگ انگار جا پاش هست رو موکتا و اون فرشا. آره، من راه میرم درس میخونم و متاسفانه یا خوشبختانه و قشنگ دهن ما رو سرویس کرده. یعنی توی مسیر هی راه میره، بعد خب تو حالا یا خوابی، بعد گاهی وقتا هم حتی صدا هم میده، آروم زمزمه میکنه اینا. و خب یه مسئله‌ای که هست، مثلا خیلی کنکوریا حالا مشاوره و اینا میگن بهشون که آقا شما میخوای درس بخونی اصلا راه نرو، صدا نده، یه جا صاف بشی. ولی خب میبینیم 12 ترم داره همینجا درس میخونه و نتیجه گرفته. یه مقدار عادت به هر چی بکنی دیگه پیش میره، همونجوری ادامه میده، بعد انجام ندی دیگه نمیشه. یعنی من الان تلاش کردم که راه نرم ولی نشده متاسفانه. اصلا تأثیری داره؟ میگه آقا، یعنی یه عده میگه آقا تمرکز آدم میاد پایین وقتی خب راه میری، فرض کن همینجور ذهن درگیر، آقا نخوری به دیوار در فلان. آره ببین چیزه، یه مقدار حالا مثلا بعضیا میگن که نه وقتی راه میری بخشی از ذهن درگیر راه رفتن میشه و حالا از تمام ذهنت استفاده نمی‌کنی برای درس خوندنت. ولی مسئله که هست اینه که وقتی که یه جایی تکرار میکنی اون جا رو، یعنی من الان مسیرم یه مسیر مشخصه دیگه، 11 ترم توی اتاق. آره 11 ترم توی این اتاقم، تو اتاقم که کوچیکه، همون مسیر رو هی میرم میام. عملاً یه جورایی مثل این قضیه رانندگی شده که مثلا یه وقتی هست صبح خوابی یا اعصابت خورده، یا گاهی وقتا مسیر خونه رو میری اصلا نفهمیدی از کجا اومدی، همینجوری ناخودآگاه اومدی این مسیره، چون و میرسی بعد میگی من کی اصلا از کدوم خیابون اومدم، از کجا دارم میرم. یعنی یه جوری انگار دیگه از کنترل مغز خارج میشه، وارد مخچه میشه. نمیدونم، حالا من مکانیزمشو دندونم پزشکی نیستم، خیلی اطلاع ندارم، ولی دکتری. ولی همین، یعنی چیزی که هست، مثلا من از کنکوری بودن که به دانشجو تبدیل شدم، خب خونه بودم، بعد شد اتاق، جام عوض شد، خیلی اذیت کننده بود. ترم اول من واقعا میخواستم درس بخونم چون جام عوض شده بود، همش بعد ذهنم درگیر این بود که خب کجا باید برم، کجا به چی نخورم و اینا. ولی الان واقعا اینجوری نیست، یعنی الان مشکلی باهاش ندارم. چرا راه میرم، چه اگه راه نرم چی میشه، خیلی میپرسن معمولا. من راه نرم خوابم میگیره، یعنی تا حالا نشده یه ساعت بتونم نشسته درس بخونم بدون اینکه خوابم بگیره کاملا. یعنی کافیه یه ساعت بشینم خوابیدم. برای همین راه که میرم میبینی مثلا خب تو اتاق دیدی شاید واقعا اگر لازم بوده باشه 3 ساعت و نیم همینجوری پشت سرم راه رفتم درس خوندم. شبای امتحان انگار 2 ماراتون همینجوری میره میاد. کفات خسته نمیشه؟ پا دادی در این راه واقعا. خیلی سرویس شدم در این مسیر، واقعا اذیت کننده بوده. خب آقا رتبه کنکورت چند شد تویی که 9 ترم رنک یک کلاس شدی؟ من رتبه کشوریم 59 شد. 59. رتبه منطقه‌ام 25 شد و یه سهمیه 25 هم دارم که و یک سهمیه شدم. الان همه گار دارن او سهمیه 25، تو نمیدونم استادا بهت نمره دادن و فلان و استاد که خودشم خوشش از سهمیه یا نمیدونم. اینه که خب آقا درسشو خونده، کنکورش هم رتبه 59 کشوری و خب هیچ بهانه‌ای نیست بگی چون تو سهمیه بودی قبول شدی. خب اینه که اگر یه نفر سهمیه داشته باشه اصلا بهش توصیه می‌کنی استفاده کنه. این اگه بچه درس خونیه و بدون سهمیه‌اش هم میتونه قبول بشه، به نظر من باید استفاده بکنه، به خاطر اینکه من خودم مخالف قانون سهمیه‌ام، ولی تا زمانی که هست باید استفاده بشه. جای یکی دیگر رو شما میتونی
در واقع کمک بکنی به اینکه یه نفر دیگه قبول بشه به جای یکی دیگه که حقش نیست. الان منی که رتبه‌ام سهم مثلا توی حالت عادی 25 شده و میتونم اون رشته رو قبول بشم، مثلا فرض کنیم که اگر نفر 1 و 2 و 3 و مثلا 1000 و 1500 که سهمیه، مثلا این رشته 5 نفر ظرفیت داره دیگه، 3 نفر آزاد میگیره، 2 نفر سهمیه میگیره، من مثلا رتبه‌ام 2 شده، جا اون روزانه‌ای که رتبه منطقه‌اش بهتر شده رو در واقع میگیری اگر استفاده نکنی. اگر استفاده نکنم، رتبه 1000 اگر من از سهمیه‌ام استفاده نکنم و به صورت آزاد بیام، میشه 1 من 3 و 2 تا سهمیه‌ای. ولی اگر من که از سهمیه دارم استفاده بکنم، میشه 1 من سهمیه‌ای، 3 4 هم اضافه و میشه. یه دونه سهمیه‌ای. یعنی به جای یه سهمیه دیگه نفر 4 میاد. حالا این قضیه جنبه عمومیشه که قطعا استفاده یکی مثل من از سهمیه به نفع افراد دیگه هم میشه، ولی به جز اون دلیل این که من واقعا استفاده ازش کردم این بود که خب ما خودمونم بعدمون میاد از این شرایط، خودمونم در سهمیه میبینیم اینوری نگاش میکنیم و نمیدونم حرف پشتشون هست. تو زمان کنکور من میدونستم بچه‌ها میگفتن که خب چرا تو درس میخونی و تو همین الان قبولی و فلان اینا. من خوندم که حرفی پشت سرش نباشه. رشته تاپ بخوای قبول شی دانشگاه خوب، باید تو همون حتی سهمیه هم واقعا درس بخونی. اینجوری نیست که آقا 0 همینجوری پاشی بری بگم بفرما خوش اومدی. نه واقعا قبول میشن، ولی به هر حال بعد تو بین جمعی که آقا همه بالاخره نخبه بودن، خب رنک 1 کلاس شدن چیز ساده ای نیست واقعا. الان تو ادامه میگیم چجوری بالا روش مطالعهش سبکش چی بوده اینا. دلیلم این بود که حرفی پشت سرش نباشه. الان با خیلی راحت همه جا میگم سهمیه داشتم، خیلی‌ها دارن ولی صداشو در نمیارن. کنکور قبول شدی، رتبه 59 کشور، پزشکی یا دندون؟ از نظر من یا بابام؟ از نظر بابات خب طبیعتا بوده پزشکی رو بخون، در ادامهش دندون رو هم ادامه بده. آره یه همچین چیزیه. از نظر پدرم که کلا پزشکی، یعنی اصلا فکر کنم خودش اگه شرایطش رو میداشت حتما پزشکی میخوند، ولی خب یه نخونده. اینجوری بود که من واقعا انتخاب رشته میخواستم بکنم، هر روز میگفت باید پزشکی بزنی. دوست دارن دیگه پسرشون دکتر بشه. من واقعا خب انتخاب رشتم و این که اومدم تجربی به انتخاب خودم خیلی نبود، یعنی طبق شرایط جامعه بود و شرایط اون موقع مهندسی، حالا 10 سال پیش تقریبا از اون موقع بد شد. حداقل میخواستم دیگه این تیکه رو دیگه به انتخاب خودم باشه و پزشکی واقعا شرایطش به من نمیخورد. من آدمی نیستم که بخوام تخصص بخونم، یعنی خیلی زمان خیلی زیادی، اولا 7 سال عمومی بعد تخصص باید بری بخونی. دندون رو میدونستم که با عمومی هم میشه کار کرد. اون بود. بعد همین 9 ترم رنک 1 شدی. حالا اون بحثش به هر حال منی که میخوام عمومی باشم باید کارم خوب باشه و حداقل که مردم بیان پیش من. برای اون درس خوندم، ولی خب پزشکی نمیشه عمومی موند، باید تخصص بخونی، بعد شرایط بیمارستان داره، نمیدونم یه ذهنیت دریم باشه تو 35 سالگی دیگه به درآمدی میرسن. هم اون هم از نظر همون شرایط کاریش، کشیک و بیمارستان و مریض میاد و عصبانی و نمیدونم حالا حال مریضش خرابه، اینا هم تو حق دارن ناراحت باشن، نگران باشن. مخصوصا الان هم خیلی اخبارشون رو داریم میبینیم که چقدر شرایط بیمارستان از نظر خشونت و دعوا واقعا به من نمیخوره، هم از اون نظر هم از نظر مدت زمانش. برای همین دیگه تصمیم گرفتم برم دندون. ولی پدر من اینجوری بود که خب رفته بود پرسجو کرده بود، میدونست که آره تو تا مثلا 4-5 ترم اول که علوم پایه است درساتون مشترکه و میتونی بری دندون رشته تو عوض کنی. بازم همش من هر وقت بین 2 ترم برمیگشتم خونه اینجوری بود که پشیمون نشدی نمیخوای بری پزشکی دیگه. اینجوری شد. حالا پزشکی یا دندونه هنوزم فرصت داری یا ترم 12 میتونی انصراف بدی. 9 ترم رنک 1، اون 2 ترم دیگه ترم فکر کنم ترم 5 و 6 بود، مجازی‌ها بود. آره امتحان مجازی بود. من یکیشو 2 شدم یکیشو 5 شدم. آره در کل معدل کله چند میشه؟ دقیقشون نمیدونم ولی فکر کنم حدوداً 18.5 باشه. یعنی 11 ترم معدل 18.5 نگه داشتن تو دندون بهشتی واقعا شاهکاره. حالا یه داشتم با هم صحبت می‌کردم که خب مجموع این 9 ترم 11 ترم با هم جمع کنیم عدداشو میشه فکر کنم رنک من. آره در واقع با پروتز ثابت در واقع خیلی بهم لطف داشتن و خب داغون شد.
عرضم به حضورت که خب روش مطالعات چجور بود؟ یعنی روش مطالعه جادویی خاصی داشتی؟ رنک یک میشدی؟ چی کار کردی؟ ببین چیزی که هست، من حالا نمیدونم چجوریشو بگم. مثلا مسئله‌ای که وجود داره اینه که توی دانشگاه، حالا برخلاف دوران مدرسه که کل کتاب باید حفظ کنی، هر چی هست رو باید حفظ کنی، حتما ازش سوال میاد، نمیدونم ترکیبی میشه و اینا، تو دانشگاه اینجوری نیست. واقعا بیشتر خوندن، یعنی حجم بیشتری خوندن الزاما به معنی نمره بهتر آوردن نمیشه. اکثر اساتید به هر حال یه چیز خاصی مد نظرشونه، از یه سری مباحث خاصی سوال میدن و از اونها امتحان میگیرن. مسئله‌ای که من داشتم و خیلی مهم بود این بود که سر کلاس‌ها گوش میدادم و کل 11 تا. نه این قضیه بیشتر مربوط به 5 6 ترم اوله، حالا تا مجازی شد بعدش دیگه کمتر. سر کلاس‌ها گوش میدادم و نوت برمی داشتم. یعنی واقعا مثلا شاید هر جلسه من در نهایت مثلا 2 صفحه 3 صفحه نوت ازش داشتم. و پایان ترم مخصوصا این قضیه نوت برداشتنه مال 4 ترم اول دوران علوم پایه هست. من واقعا فکر کنم 90% چیزایی که برای امتحان خوندم نوتای سر کلاسم بود. از همون مطالبی که استاد درس داده، همون جزوه و اسلایدها، خب طبیعتا از همونا سوال می‌دید. آره هر جلسه میشد 2 صفحه مثلا پایان ترم میدیدی برای یه امتحانی که 5 روز وقت داره. من مثلا 25 صفحه نوت داشتم. اون 25 صفحه خوندنش کلا 2 روز وقت میگرفت، چون تو طول ترم چون نوشته بودمش یه چیزایی هم یادم بود. بعد حالا یه سری از جلسه‌ها، چون خب یه سری از اساتید میگن من برای این جلسه باید رفرنس بخونین و از چیزایی که تدریس میکنم نمیدم، خب برای اون جلسه ها میرفتم مثلا حالا رفرنسی نمیدونم خلاصه کتابی چیزی، ولی در کل اعتقادی به رفرنس نداره. نه من یعنی کلا توصیه نمیکنم بچه‌ها برن بیوشیمی هارپر نمیدونم آناتومی رفرنس برای دوران علوم پایه که دیگه اصلا، حالا اینی که ما میگیم برای بعد از علوم پایه است که حالا یه سری درس‌ها شاید رفرنسش به درد بخوره چون برای کارتون خوبه، برای نمیدونم همین علم پایه‌ای که برای کار دندانپزشکی لازمه خوبه. ولی دوران علوم پایه که هر چی میخونی اکثرش یادت میره. فقط بهتره که یه مباحث کمی بخونی که اونا یادت بمونه، چیزایی که میدونی مفیده به درد آیندت میخوره. ما مثلا حالا یه درس داریم، اطلاع داری، به اسم تشخیصی بیماری‌های دهان. 5 تا تشخیصی 5 هم داریم. آره 5 تا داریم که حالا حفظیاتش بیشتر توی مثلا 3 4 تا اولشه، آخرش خیلی چیز نیست. ولی کلی ضایعه به ما درس میدن با نماهاشون، با نمای میکروسکوپیشون، با نمیدونم علائم مثلا تبویض فلانشون. یعنی حجم انقدر بالاست که تو صرفاً کل زورتو میزنی تو دوران امتحانا بخونیش، فردا اگه امتحان یه روز عقب بیفته بعد دوباره بخونیش، اصلا یادت نمیمونه. ولی مثلا در مقابلش ما یکی از اساتیدمون هست که یه کتاب داده که دوره هم برگزار میکنه، مثلا تشخیص الگوریتمیک. آره تشخیص الگوریتمیک، دکتر مرتضوی. واقعا کارش خوبه از این نظر و خلاصه و مفید. به جای این که مثلا من برای یک ضایعه‌ای که مثلا به اندازه چه میدونم یه نخود فلان نقطه بدن مثلا قرمز رنگ یک همش زخمه، به جای اینکه 50 تا ضایعه بلد باشم و بعد نتونم تشخیص بدم که کدومش میشه، 5 تایی که از همه شایع‌تره و احتمالش بیشتره یا مهمتره و تشخیصش مهمه، مثلا ممکنه بدخیمی باشه و اینا نباید جا بندازی اینا رو به ما اومده کتاب کرده، مثلا از اون استفاده میکنیم و خب اونو میخونی یادت میمونه. اینم قضیه همینه. بچه‌ها میرفتن مثلا کلی رفرنس میخوندن. من نمیگم علم من حتما از اونا بیشتره، علم اونا در لحظه امتحان قطعا از من بیشتر بود، ولی نمره من بهتر میشد چون من چیزی رو خوندم که استاد ازش امتحان میگیره، اونو خوندم و ضمن چیزی که استاد تدریس کرده بعد از 20 سال تجربه کاری میدونه اینا مهمه. اینا اصلا کاربردیه. آره کتاب خیلی چیز اضافه داره، اینا مهماست، اینا کاربردیاست. منی که اونا رو خوندم درسته در لحظه امتحان علم اون بیشتر بود ولی هم نمرم بیشتر شد و هم الان یادمه. اونا اون همه رو خوندن، هیچ کدومش یادشون نمیاد، مهماش هم یادشون نمیاد چون کسی نبوده براشون هایلایت کنه بگه این تیکر رو بخون. کلشو خوندن، هیچ کدوم یادشون نمیاد. الان مثلا بعضی از بچه‌ها تو امتحان نه، مثلا توی پرسشایی که مثلا توی بخش میاد استاد یه چی میپرسه من جوابشو میدم، مثلا جوابش در اصل مورد امتحانی بوده که 4 ترم پیش خوندیم، بعد برمیگرده میگه چه حافظه‌ای و فلان، اینو چجوری یادته. من اتفاقا حافظم خیلی چیز نیست، ولی دلیل یادم موندن اینه که من همونا رو فقط خوندم، خوب خوندم، بعد وقت داشتم. نکات کلیدی رو تو ذهنت ثبت کردی. اون تایمی که طرف مثلا 5 روز وقت برای امتحان داشته نشسته 500 صفحه رو یه دور خونده که برسه، من 20 صفحه مثلا چیز با همراه حالا مثلا 50 صفحه از کتاب، کلا 70 صفحه رو 4 دور خوندم.
باعث شده که کامل یادم بمونه. نکاتش هم نکات مهمه. اینا تو قسمت پایه خیلی مهمه که شما یه بیس خوب داشته باشی، مطالب مهم و بلد باشی. دهن ما سرویس که مطالب مهم و بیسیک و بلدی و مثل بیسیک همون دوران کنکور میمونه. کسی که مثلا ضرب و توان بلد نیست چجوری میتونه لگاریتم مثلا یاد بگیره؟ برای همین مثلا الان کسایی که پایه‌شون ضعیفه خود به خود هر چقدر خوب باز ترمای مثلا 9 10 11 خوب باز درس میخونن نمره خیلی بالا نمیره. ولی من مثلا برای یه سری از امتحانایی که میدونم مثلا قرار نیست خیلی سخت باشه شاید اصلا نمیرم بخونم، میرم امتحانشو میدم، شاید یه نگاه کلی به اون قسمتایی که میدونم یادم میره هر سری و یه سری عدد مثلا خیلی حفظی زاویه‌ها رو بعد مثلا تو ارتودنسی فاصله ها رو باید بلد بشیم، اونا رو مثلا صرفا میرم یه مرور میکنم، خوندنش کلا یه روز وقت میگیره. برای همین اون بیسیکه که قویه پا باید پاش آره های وایسیم تا بره من اینجا ماشین بازی میکنیم. آره اون بیسیکه که قوی باشه خود به خود جلوترش هم راه میندازه. به نظرم درس مهم علوم پایه اگه بخوای 3 4 تاشو بگید کدوما؟ خب ببین مثلا درسای مهم علوم پایه آناتومی سر و گردن مهمه، ولی مثلا آناتومی عمومی در حد عمومیشو همه بلدن. تو میدونی قلب 4 تا مثلا 2 تا دهلیز داره 2 تا بط داره، مثلا اینا رو تو اونم هست تکراریه، چیزاییه که بلدیش، ولی مثلا اون چیزاییش که خیلی دیگه جزئی میشه رو واقعا میخونی برای امتحان نمرهش میگیری ولی یادت نمیمونه. ولی مثلا آناتومی سر گردن مهمه چون هر ترم هی تکرار میشه. فیزیو مهمه. بیوشیمی مثلا به نظر من درسی نیست که من لازم باشه بلد باشم، ولی فیزیولوژی مهمه چون اون بیس پزشکیه واقعا. تو واکنش‌ها رو یاد میگیری، باعث میشه قدرت تحلیلت مثلا قوی بشه، بتونی خوب آنالیز بکنی، تصمیم گیری بکنی. حالا مورفولوژی که دیگه اساس دندون پزشکیه، مورفولوژی بحثش جزء کارهای درسی تخصصی حساب میشه، جزء درس‌های علوم پایه نیست. حالا کارهای عملی اگه بخوام بگیم بعد از ترم 4 که وارد فانتوما شما تو فانتوم کارت خوب باشه تو بخش کارت خوبه. فانتوم تو بعض بچه‌ها میپیچونن آقا از این و اون ریکوایرمنت میگیرن. من فانتوم یک فانتوم رو فقط به صورت پیچوندنی سعی کردم پیش ببرم، اونم فانتوم ثابت بود. ثابت نگم ثابت کلش ولی یه سری مراحلش و الان تو اونو لنگم، چون تو فانتوم شما مثلا یک ترم تمام کلا کارت اینه، فقط وقت داری که تمرین کنی. 10 بار یه کاری رو بهت میگن انجام بدی، رو این دندون، رو اون دندون، رو اون دندون، رو اون دندون. 10 بار شما تراش 10 بار بیشتر 20 بار تراش مثلا روکش میدید، نمیدونم 10 بار پست میسازید، ایرادت در میاد بالاخره. کار عملی هم واقعا به خوندن نیست. خوندن شاید 20% شه، تو فقط عددا رو بلد باشی، زاویه‌ها رو بلد باشی، اصول رو بلد، چه فرزی من استفاده بکنم اینا کلیاتشه. ولی به کار دسته. مثلا الان فرض کن من اگر آدم بپیچونی باشم، خب 10 تا تراش فانتوم دارم، میدونم تو کارت خوبه، میدم به تو، میگم اینو برای من آماده کن، من برام نمره میگیرم و 20م و خوشحالم. خب الان میخوام برم تو دانشگاه، خب بیمار اولو میگیرم، میگم حالا بیمار اوله بلد نیستم، بیمار دوم میگیرم فارغ التحصیل میشم، کلا 2 تا 3 تا بیمار قراره بگیری برای اون واحد. حالا یه کاری مثل ترمیم و مثلا چه میدونم یه عصب کشی و اینا بیشتر کار میکنی، تعداد بیشتری بیمار میگیری، ولی مثلا یه کاری مثل روکش، مثل پروتز کامل اینا خیلی بیمار نمیگیری. دقیقاً پاشنه آشیل کسی میشه تازه وارد التحصیل. پروتز هم کار پول دراریه. شما فرض کن دندون پزشک باشی روکش نذاری، لامینت نکنی، نمیدونم خب چیکار می‌خوای جرمگیری کنی مثلا. این بخش عمده‌ای از هزینه‌های مطب تو قطعاً کارهای پروتزی در میاره. و خب کلاً عمومی تمرین، تکرار، وقت گذاشتن، مخصوصا تو فانتوم که دیگه دندون بیرونه، برای خودت تجربه می‌خوای تراش میدی، اصلا خراب می‌کنی که ببینی الان من خراب بکنم چجوری میتونم درستش کنم. الان یکم اگه این فرزم چون ما کارمون دندون بیمار که نیست داری تمرین می‌کنی، گند بزن. کار میلیمتریه دیگه واقعا. یعنی تو 1 میلیمتر تراشت بشه 1.5 خراب شده. دقیقاً. حالا من یه بار اینو بکنم 1.5 ببینم ببرم پیش استاد بگم خب این 1.5 من چجوری میتونم الان چیکارش بکنم. استاد یه راهی بهت میده، حالا یا میگه این کارو هیچ وقت نکن درست نمیشه، تو از اون بعد حواست هست که اگه من قرار
اشتباهی داشته باشم در زمینه کمتر تراشیدن باشه، بیشتر بتراشم مثلا 75 صدم بتراشم، یکی کم میترشه بعد زیاد کنه، آره یکی زیاده 10 بار مثلا هی باید بتراشم تا تهش اون چیزی که میخواد. حالا بجز مهارت‌های عملی و نمیدونم حالا اون درس خوندن، مهارت‌های پایی، رابری، مهارت‌های دستی، مهارت‌های زبونی تاثیر نداشته تو نمره و اینا؟ ما نون بازمون رو خوردیم، این حرفو بهمون نمیچسبه. من میگم پامو دادم تو میگی دست فلان. آقا 12 ترم گذشت، الان ترم 12 علوم پایه، رنگ 3 قطب شدی، 9 کشوری، با معدل 18.5 داری فارغ التحصیل میشی. خب طبیعتا آدم ذهنش به این سمت میره خب برو تخصص عزیزم. تخصص آره یا نه؟ نه دیگه. ببین من یکی از دلایلی که گفتم چرا اومدم پزشکی نرفتم اومدم دندون این بود که طولانی تخصص زیاد نمیدونم باید حتما تخصص بخونیم اونجا. من واقعا حالا میگم اینو به همه میگن یعنی چی؟ بابا خب داری همش درس می‌خونی تو اتاق، من دارم میبینم. من واقعا ببین آدمش نیستم که تا اون سن بخوام درس بخونم، یعنی به نظرم انرژیمو گذاشتم دیگه. الانم واقعا خیلی سخت دیگه داره میگذره، یعنی به نظرم تصمیمم درست بود نرفتم پزشکی. اگه میرفتم پزشکی واقعا عمومی تموم میشد دیگه، نمیتونستم ادامه بدم و عمومی پزشکی نمیتونه واقعا درست حسابی کار کنه مگه اینکه بره تو کارهای زیبایی و اینجور چیزا که الان یه مقدار هست که اونم چند نفر مگه میخوان برن. واقعا دیگه نمیتونم. کشششو ندارم. بریدم. آره چیزی که هست من الان دارم درس میخونم برای اینکه کارم خوب باشه، به خاطر علاقه به درس خوندن نیست دیگه. واقعا یکی اونه و دیگه واقعا به نظرم نمیتونم. و دو اینکه تخصص اگر کسی بخواد برای دندون بخونه، خب تو باید نمیدونم اولا یه سال درس بخونی که قبول بشی، 4 سال تخصصشو حداقل تازه سهمی 25 هم داری لعنتی، یعنی تو فقط کافی قشنگ آره یکم حالا بیست هم خوبه، خوب درس خوندی، یعنی همه چی فراهمه که فقط بری تستا رو بزنی قبول میشی. آره اون هست، ولی خب این فقط همون یه ساله رو میگیره. من میگم یه سال با درس بخونم باشه، من چه میدونم 4 ماه هم درس بخونم قبول میشم، ولی 4 سال تخصصشه، 4 سال تخصص بحث مالیش، 4 سال باید طرحشو بری، تو این مدت هم مجوز کار نداری، کار کنی غیر قانونیه، یه مقدار مشکل داره. 8 سال من الان چند سال، یعنی عملاً طرح ایناش بگذره، بعد حالا تو اون سن کار بخوای پیدا کنی میشه چقدر میشه؟ مثلا فرض کن من در تازه 35 سالگی یه زندگی استیبل و دارای حقوق درست و زندگی خودم رو خواهم داشت. خب دیره 35 سالگی به نظر من. یه عده آقا تازه 30 سالگی میرن کنکور میدن، شاید الان بیان بگن نه 35 سالگی من جوون، من اینجوری نیست. آره من واقعا به نظرم دیگه 35 سالگی خیلی دیره. نهایتا من دیگه تا همین الان دیگه تونستم ادامهش بدم، بیشتر از این واقعا نمیتونم. ترجیح میدم بیشتر وارد کار بشم و دستم گذاشتم روی این کار. حالا همه که ما همه که میگن نمیدونم دندونا پول در میارن، بریم ببینیم ان شاءالله که راست بگن. اگر برگردیم به ترم 1 یا حتی زمان انتخاب رشته، پشیمونی از اینکه حالا از ترم 1 درس خوندی یا پشیمونی از اینکه دندون پزشکی انتخاب کردی؟ همین مسیر رو میری بازم؟ ببین غمه یعنی واقعا از غم 11 ترم رتبه برتر باشی تو کنکور، توی کلاس، توی دانشگاه. حالا این فقط هم برای این رشته نیست، من فکر کنم از 90% دانشجوها بپرسی همینو میگن، چون شرایط همه جا بده. ولی ببین من اگر برمیگشتم به ترم 1 همین کاری که کردم ادامه میدادم، فقط ترم 1 و 2 رو یکم شلتر میگرفتم. ترم 1 و 2 اکثر درس‌ها یا عمومیه یا مثلا کاربردی نیست. عمومی منظورم درس‌های مثلا اندیشه و انقلاب و اینجور چیزا، عمومی از اون درس‌ها، یا پزشکی عمومیه، یعنی علوم پایه است، مثلا آناتومی عمومی و خیلی کاربردی نیستن. خیلی اگر حالا نمیخوندم انقدرم شاید مسئله نبود، شاید 2 ترم فقط رنگ نمیشدم، ولی در آینده مشکلی ایجاد نمی‌کرد. ولی نه بعدش مثلا ترم 4 به بعد واقعا اگر ضعیف باشی به نظرم رو کارت هم تاثیر میذاره، مخصوصا برای من که میخوام عمومی بمونم و قرار نیست بعداً دوباره یه دوره 4 ساله دیگه یه چیز دیگه بخونم. تو عمومی خفن باشی مهمه برای من که کارم خوب باشه، میخوندم دوباره. ولی اگه برمیگشتم دوران کنکور شاید بازم اینجوری میشد، ولی به خاطر اینکه اون موقع شرایط اون بود، یعنی ما زمانی که اون تصمیم گرفتیم بر اساس اگر یعنی دقیقاً برمیگشتم به اون شرایط دوباره احتمالاً دندون میخوندم، چون اون موقع ما با دلار 2 تومن داشتیم کنکوری میخوندیم
با 400 تومن میتونستیم یه مطب بزنیم مثلا. الان 400 تومن پول یونیتش نمیشه. اگر مثلا برمیگشتم به شرایط، اگر میدونستم که خب دلار 2 تومانی که من دارم باش کنکور میخونم میشه 60 تومن، من هنوز فارغ التحصیل نشدم، احتمالاً تا 6 ماه دیگه میشه 65 70 تومن، نمیدونم. با دلار 65 تومن قرار فارغ التحصیل بشم و چند میلیارد هزینه مطب زدنم میشه و این تغییرا قطعا میرفت، اصلا رشته تجربه نمی اومدم، میرفتم ریاضی، باهاش خیلی راحت مهاجرت میکردم. الان خیلی از بچهای ما درگیر همینن، اومدن توی بدترین رشته برای مهاجرت، یعنی دندون حتی از پزشکی هم مهاجرتش بدتره. پرستاری خوب میرن، داروها باز بهتر میرن، پزشکی سخت میره، دندون افتضاحه. چون کار خدماتیه. آره خب مثلا اون کشور برای چی باید سرمایه‌گذاری کنه روی دندون پزشک تربیت کردن؟ چرا باید مثلا فاند بده؟ خب گیریم سر کوچه دندون پزشک نباشه، 2 کوچه اونورتر باشه. حالا پرستار کم دارن، سرمایه‌گذاری میکنن میگیرن. پزشک یه سری جاها کم دارن، کار اورژانس میگیرن. ولی دندون کسی نمیگیره برای مهاجرت. اگه بخوای بری باید با پول بری. کانادا مثلا باید بری با پول بری که خب همون مشکل همون. سر همین اگر من میدونستم این اتفاق میفته، کلا میرفتم ریاضی، یا حتی اگه تجربی هم بودم دیرتر میفهمیدم میرفتم مثلا رشته های علوم آزمایشگاهی و اینا رو خوب میبرم. دندون نمیبرم. ولی میگم ما تو این شرایط افتادیم دیگه، حالا کار خدا و سرنوشت، ما نمیدونستیم، با دلار 2 تومن داشتیم درس میخوندیم، گفتیم 6 سال درس میخونیم، بعدش میریم یه مطب میزنیم، حالا دیگه قرضی میگیریم، وام میدیم، وام میدن دیگه، وام میگفتن اون موقع اینجوری بود که خب همون وامو میگیری مطب میکنی، بعد خب خورد پس میدی. الان وام چند درصدشو میگیریم؟ سر همین دیگه توربین میتونی بخری. آره چند تا توربین میتونی بخری. و شرایط ما اینجوری شد، یعنی اگر که برمیگشتم احتمالاً دوباره مسیرم همین بود، ولی الان دندون اومدن گزینه درستی نیست به نظر من. کلا تجربه اومدن گزینه درستی نیست. اگه بخوایم یه توصیه داشته باشیم به یه ترم یکی، کسی که حالا تازه وارد این رشته شده، تازه حالا از فاز کنکور اومده دانشگاه، اشغال کنه یا درس؟ اولا تو اون فاصله‌ای که از علوم پایه علوم پایه از کنکور داری میای دانشگاه، جوگیر نشو رفرنس بخری. ما چند تا از بچه‌ها رو داشتیم مثلا روز اول اومدیم دانشگاه با یکی پر رفرنس اومده بودن دانشگاه. اگر کسی میخواد واقعا رفرنس بخونه، رفرنس‌های مرتبط، چیزایی که رو کارت تاثیر داره. واقعا تو میخوای کار عملی و مهارت، تو میخوای بری دندون پزشکی، اصلا از طرف نمیپرسی معدلت چنده، نمیپرسی کدوم دانشگاه درس خوندی، اصلا نمیدونی طرف خوبه. حالا تهران رو کاری ندارم، تهران مردم میدونن، ولی شهرستان اصلا تو نمیدونی اون دندون پزشک متخصصه یا عمومی. خالت میره پیشش، کارش خوبه، تو تعریفش رو پیش تو میکنه، مثلا تو میری پیشش. کارت باید خوب باشه. برای اینکه کارت خوب باشه، بیس دندون پزشکی باید خوب باشه. یعنی اینی که میگن دندون اصلا درس نداره، همش کار و اینا، این اصلا درست نیست. کسی که تئوریاشو بلد نیست نمیتونه کارش خوب باشه، ولی برعکسش هم درست نیست. یعنی تئوریت خوب باشه، ځان کارت خوب تجربی کار میشه دیگه رسما. آره. رفرنس اگه میخوای بگیری مثلا چه میدونم برای ترمیمی بشه، ترمیمی واقعا خیلی وسیعه، هر روزم داره بیشتر میشه، چون چیزیه که هی مطالعه بیشتر میشه. مثلا مواد جدید میدن، نمیدونم حالا باندینگای جدید میدن، مواد دندانی خیلی مرتبطه. مواد دندانی مرتبطه. آره. عصب کشی مثلا خب تکنیکای جدید داره میاد، الان خب دوره‌هاش هم زیاد هست، خودمونم تو دانشگاه داره میبینیم. میذارن دوره‌هاشون. تکنیکاش داره جدید میشه، اینا باید به روز باشی. مثلا چه میدونم جرم گیری مثلا تکنیک جدید نداره، ولی مثلا جراحی های لثه تکنیک جدید داره. باید بدونی چی بخونی. من چرا برم برای جرم گیری رفرنس بخونم؟ خب میرم برای جراحی لثه رفرنس. کینوت میخونم. خب آره، یعنی میگم رفرنس، اولا رفرنس های مرتبط و دوما خب آیه قرآن نیست، قرار نیست همشو بخونی. اون تیکایش که به درت میخوره، اون تیکایش که به نظرت مهمه، برای میخوای اصلا یکی میگه من نمیخوام کلا عصب کشی بکنم تو مطلبم، خب چرا رفرنسشو بخونی؟ جزءشو بخون، نمرت هم خوب میشه، بعدش هم که نمیخوای کار کنی. ولی خب خیلی از بیمارا رو از دست میدی. به جای اینکه زیاد بخونی درست باید درس. خب اون انتخاب خودشه دیگه. میگه من نمیخوام عصب کشی بکنم، چند بار کرده نپسندیده، خطراتشو دیده، ریسکاشو دیده مردم فایل میشکنن فلان، عصب پولیس زیاده، بیمار با درد میاد. اون میگه من نمیکنم. شاید آقا پول داره، نفسش از جای گرم، من نمیتونم بگم عصب کشی نمیکنم حداقل تا 10 سال آینده. شاید من باید هر کار بکنم. نمیخوام یه حرف آخری داشته باشیم. چی بگیم؟ ببین
بحث عادت‌ها بود دیگه. آره ترمای اولا ترمای 1 و 2 اشغال کنین واقعا. برین بیرون تفریح کنین. اینا رو ترم بالایی‌ها هم به ما گفتن. گوش ندادیم. ما گوش ندادیم. بشنو آره. از پیر چون حکایت آره. می‌کنه. ما از گوش رنگ ندادیم. یک شکایت می‌کنه اصلا. آره نه ما گوش ندادیم. راسته وارد کلینیک که میشی وقتت یه جور دیگه ای گرفته میشه. الان من مثلا هم دندان پزشکم، هم منشیم، هم مشاورم. زنگ باید بزنی به بیمار، به اون یکی به استاد هماهنگ کن، با اون یکی هماهنگ کن که بیمار بیاد. بعد بیمار نیاد نمره تو رو نمیدن. نمیگن بیمار. الان خودت هم فکر کن همچین مشکلی داری، استوری میذاری که نمیدونم بیمار آره دیگه آره دیگه ما الان آقا بیمار کامل اگه دارید تو کامنت ها بیمار نیاد نمره تو رو نمیدن. آره دیگه مشکل بیمار بیدندان همچنان نیاز داره. درگیری ذهنی زیاد پیش میاد، بعد هم تو دانشگاه هم خارج دانشگاه. ولی دوران علوم پایه واقعا وقت اضافه زیاد هست، خیلی درگیری نداری. مخصوصا اگه دانشجوی یه شهر دیگه باشی، شهر خودت هم باشی، جای دیدنی زیاد داری برای دیدن. با بچه‌ها میری بیرون استفاده کنید. ترم 1 2 نمیگم نمرتون پایین بشه، به جای رفرنس خوندن بریم بیرون استفاده کنین، تفریح کنین. چی میگن؟ فایدهش بیشتره. ولی نه از یه جایی به بعد به هر حال باید تایم بیشتری برای درس گذاشته بشه. درس رو باید جدی بگیرن. ما داریم همه فارغ التحصیل میشن، یعنی هیچ کس نمیمونه واقعا. همون قیف برعکس هنوزم هست. همه فارغ التحصیل میشن ولی خیلی فرق هست بین این و اون یکی. و تهش هم دندانپزشکی رشته‌ایه که اونی که کارش خوب نیست بیمار هم نداره، مگر اینکه دیگه خیلی قیمتا رو پایین بذاره، کامپوزیت 199 تومانی بذاره که خب یه عده خاصی مجبورن برن پیشش. با این شرایط احتمالاً خیلی مجبورن برن پیشش. ولی باز تهش اون 10 تا بیمار بگیره، تو با یه بیمار میتونی هزینه درست رو بگیری، هزینه اونم بگیری، مردم هم راضی‌ان. کسی میاد پیشت که کار خوب میخواد، هزینه‌اش هم حاضر بده. حالا ان شاءالله که ما هم به اون حد بتونیم برسیم. ولی ته نداره واقعا. یعنی حالا میگن چه میدونم هزینه فلان مثلا دستوری میاد که اندو انقدر، ترمیم انقدر، فلان انقدر، ولی همه میدونن که رعایت نمیشه. کمتر از اون هست به خاطر اینکه مجبورن کمتر بگیرن، کسی نمیره پیششون. بیشتر از اونم واقعا هست در حدی که ته نداره، طوری که طرف مثلا اگه تو سال ماهی 2 تا بیمار بگیره زندگیش تامین باشه، که خب ما با اون حد هم نمیرسیم ولی یه چیز روتینی میشه در آورد ازش. و در مورد عادت هم که گفتی، اگر عادت، حالا این بیشتر در مورد کنکوریاست، آره در مورد دندونا نیست. اگر عادت خاصی دارین سعی نکنین همه شبیه هم بشن. واقعا الان دنیا به این سمت داره میره که همه شبیه هم بشن. دماغا همه یه شکل عمل میشه، نمیدونم همه بلوندن، همه نمیدونم زاویه فک دارن پسرا، نمیدونم همه دارن شبیه هم میشن. مشاور میگه نه راه نرو، نمیدونم نه با صدای بلند درس نخون. اگه جواب داده برات خب جواب دادی، برو دیگه. دوران دانشگاه هم بازم مسائل برای همه پیش میاد. بعضیا استادا باشون مشکل دارن، بعضیا نمیدونم یه سری درس‌ها رو واقعا نمیفهمی. باید بپذیری. حال نمی‌کنه ما این درس اصلا تو مغزت نمیره. خب چیکار کنم؟ خب نمیره. یه سری درس‌ها رو واقعا نمیفهمی، واقعا سعی هر چقدر تلاش می‌کنی ولی یاد نمیگیری. و درست بخونن، زیاد نخونن، درست بخونن. من نمیگم ساعت مطالعه‌ام کم بوده، نه درست خوندم. آقا روزی همون دوران علوم پایه و بعدش که میگم بیس دندانپزشکی داشتن مهمه، روزی 1 ساعت من اون چیزی که توی کلاس نوشته بودم رو همون روز میومدم خوابگاه تو اتاق میخوندم. روزی 1 ساعت. خب شاید خیلی درس نمیخوندن، به جاش موقع امتحان پایان ترم من واقعا خیلی شاید در طول هر ترم مثلا یکی از امتحانا یا 2 تا از امتحانا پیش می اومد که من تایم اضافه می آوردم میرفتم کافه برای خودم و کسی هم نبود، بچه‌ها همه مشغول درس خوندن، تنهایی میرفتم برای خودم، حالا کافه فوتبالی میدیدم یا یه چیزی میخوردم، اینا تایم اضافه گیر می اومد. یعنی فشاری وارد نمیشه. خب با روزی 1 ساعت درس خوندن چه مشکلی ایجاد میشه؟ رفرنس هم نخونید. آقا اگر خاطره‌ای نمیدونم رفتار نمیدونم نوهنجار یا عادت خاصی دارید آقا، مثل آقا راه رفتن، عادت خاصی دارید آقا تو کامنت ها بنویسید. آقا من اینجوری درس خوندم، اینجوری بوده و اوکی ام باهاش و خب بازدهی خوبی هم دارم میگیرم. اگر که اوکی باش خب ادامه بده، اگر که نداره خب اذیت میکنه، میبینی آقا افت کردی، خب باید تغییرش بدی. حتما تو کامنت ها بنویسید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. فعلا خداحافظ. خدا نگهدار.